مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشمونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. شب گذشته در سیرجان استان کرمان یک اتفاق عجیب و غریب افتاد و 8 نفر آدم رفته بودن کنسرت این چهره گرشا رضایی رو به هم بزنن با قمه و چاقو و هر وسیله دیگه‌ای که حالا به اصطلاح بهشون میگن سلاح سرد حمله کرده بودن به سینما قدس سیرجان که حالا معلوم نیست میخواستن چه کاری انجام بدن که امروز راجع به پشت پرده این اتفاق و هدف این افراد صحبت خواهیم کرد. اتفاقی که بسیار تلخ هستش و کلا این اتفاق در همه جای دنیا و در بین وحشی ترین گروه ها هم قفله، اما در ایران خیلی شیک و مجلسی بلند میشن میرن در یک سالن سینما این اتفاق رو رقم میزنن. اتفاقی که در سانس دوم کنسرت این چهره گرشا رضایی اتفاق افتاد. هول و هوش ساعت 11:30 شب بود که 8 نفر لباس شخصی که اونجوری که شاهدان عینی میگفتن تیپ و ظاهر مذهبی داشتن و اونجوری که خیلی از افراد میدونن، خیلی از این افراد رو بهشون میگن خودسر و افراد لباس شخصی، که در طول این چند سال گذشته ما شاهد این بودیم که این افراد تو شهرهای مختلف، مشهد گل سرسبدشون بوده، قم، حتی در این اواخر استان خوزستان و شهر اهواز روبروی سینما هلال هم این اتفاق افتاده و بسیاری از این آدم‌های اصطلاحاً مذهبی و در واژه کوچه بازاری خرمذهبی باعث شدن که یه سری کنسرت‌ها کنسل بشه، توی یه سری از این شهرها اصلا کنسرت برگزار نشه و یک قدرت نمایی و یک زورآزمایی مذهبی رو دارن انجام میدن. برای گرشا که دیگه کلکسیونی از این آشیاء بوده دیگه در طول این چند سال گذشته و نمیدونم چه قفلی زدن روی این بنده خدا و دارن این اتفاقات رو رقم میزنن براش. اما این اتفاق در جای رقم خورده بوده، سالنی بوده که کل اون سالن پر از دوربین بوده، حتی روبروی اون سالن هتل بوده و اونجا پر از دوربین بوده و این آدم ها ابایی از این نداشتن که دوربین ها تصاویرشون رو ثبت بکنن و کاملا مشخص خودی بودن و به اصطلاح از بچهای بالا بودن و معلومه که از یک نهاد و یک ارگان امنیتی خط گرفته بودن که بخوان این کنسرت ها رو لغو بکنن. حالا توی کرمان چون اینا اعتقاد دارن که اگر توی این شهرها کنسرت برگزار بشه و شادی و نشاط برای مردم اتفاق بیفته، امام و انقلاب اسلام به خطر میفته و هر چقدر مردم خودشون رو بیشتر بزنن، هر چقدر مردم بدبختتر و بیچاره‌تر و ذلیل‌تر و ناراحت‌تر و غمگین‌تر و گریون‌تر و بیکارتر باشن، به امام و انقلاب اسلام نزدیکترن و اصلا ناراحت میشن که مردم شاد باشن. ولی خب تصاویری که منتشر شده بود تصاویر تلخیه. ببینید چه وحشی بازی. اینجا در ورودی سالن قدس سیرجان هستش که حالا میخواستن حمله بکنن داخل، حالا چه اتفاقی رو رقم بزنن خدا میدونه. و 2 نفر حالا توضیحات هم داره خودرویی داخل وارد شدن. ناس شیشه دکور سینما. بله این تصاویر بود که حالا ایران اینترنشنال هم بهش پرداخته بود در خصوص کنسرت این چهره گرشا رضایی. سالونی که 600 نفر ظرفیت داشته، سولات بوده، پر بوده و همه افراد داخلش بودن و بعد از این اتفاق بلافاصله مامورا وارد عمل میشن و جالبه که این افراد پا به فرار میذارن و اونجوری که پلیس گفته هنوز نتونسته این افراد رو بگیره. یعنی اینکه نخواد این افراد رو بگیره بهتره تا اینکه بگیم نتونسته، چون اینا از بچهای بالان و یه نهادی خط گرفتن گفتن که خب حالا کنسل کردن برید دنبال بازیتون. میگفتن که ظاهرشون هم از اینایی بودی که ریش داشتن و به اصطلاح آدم‌های
مذهبی بودند و متاسفانه 2 نفر رو به شدت مجروح کردن، یک کارمند ارشاد و یک کارمند حراست که گویا قمه خورده بوده به پهلوی یکی از این افراد و امیدوارم که جون سالم به در ببر از این اتفاق. و بعد از برگزاری کنسرت ساعت 11:30 شب با یک ماشین گرشا رضایی و بندش رو بلند میکنن و بلافاصله از سیرجان خارج میکنن. حتی نذاشته بودن که تو اون هتلی که گرفته بودن بمونن و گفته بودن که ما نمیتونیم امنیتتون رو تامین بکنیم و گویا از سیرجان تا کرمان، حالا من نرفتم، گویا 2 ساعت و نیم 3 ساعتی با ماشین راهه و اینها شبونه بدون اسکورت پلیس از سیرجان رفتن کرمان که صبح امروز هم البته برگشته بودن تهران و خودشون اینطوری اصطلاحاً تخم مرغاشون پاپیون شده بوده، یعنی گفتن هر آن ممکن بوده که ما رو اونجا بگیرن و خف بکنن. بعد از اون هم گرشا رضایی یک استوری گذاشت و این گونه واکنش نشون داد که گفته بود که دوستان عزیز ممنون که پیگیر وضعیت سلامتی من هستید، من و بچهای گروه و مردم عزیز سیرجان که حاضر در کنسرت بودن در سلامت کامل به سر میبریم. البته گویا 2 نفر از دوستان زحمتکش اداره فرهنگ شهر به صورت سطحی زخمی شدن که شکر خدا وضعیت جسمیشون خوبه. امیدوارم برخورد قانونی با عوامل به هم زدن امنیت کنسرت ها بشه. این وضعیت مایه شرم. البته خب خیلی خواسته سوسکی و نرم از بغل واکنش نشون بده گرشا رضایی، به خاطر اینکه میدونید دیگه اینا مچشون زیر دست ارشاد گیره و هر گونه واکنشی نشون بدن ممکنه که براشون ممنوع الکاری و ممنوع الفعالیتی رو داشته باشه که در طول این چند هفته گذشته ما شاهد این بودیم که بسیاری از سلبریتی ها و افرادی که زیر نظر ارشاد بودن، ارشاد به عنوان یک نهاد امنیتی و انتظامی عمل کرده و به صورت خودسر وارد شده و این افراد اصطلاحاً ممنوع خروج کرده، ممنوع فعالیت و ممنوع اجرا در شهرهای مختلف کرده. ولی خب چیزی که مشخص هستش در طول این چند وقت گذشته نیروهایی که خودشون رو نیروهای خودسر یا اصطلاحاً نیروهای حزب الله میدونن توی شهرهای مختلف حتی در طول این 1-2 ماه گذشته این اتفاقو رقم زدن. مثلا برای کنسرت سالار عقیلی یا گروه لیان یا بسیاری دیگه از افراد معروف که در طول این چند وقت گذشته کنسرت داشتن در خارج از کشور، همین قضیه خیلی خوب باب شده و آخوندها یه شعبه هم خارج از کشور راه انداختن و یه سری از این افراد هم کنسرت دارن تو بعضی از این کشورها هم دارن تهدیدشون میکنن که کنسرتاتون رو کنسل میکنیم یا میریزیم دم در سالن داد و بیداد میکنیم، که اکثرا هم نزدیک به گروه مجاهدین خلق هستن که حالا ما شاهد این بودیم که توی دوسلدورف آلمان هم این اتفاق گروهشون رقم زده بودن. دقیقاً شعبه دوم آخوندها در خارج از کشورن، اونا داخل کشور مردم رو ممنوع میکنن از برگزاری کنسرت ها، میگن نباید شاد باشید. این افراد هم در خارج از کشور یه همچین شعبه‌ای رو زدن و دارن این قضیه رو باب میکنن. در صورت اگر اطلاعات جدیدی حتما به دستمون رسید براتون منتشر خواهیم که یادتون بکنید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست روش بزنید، اگر گوشیتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید و حتما ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بزنید. ممنون از شما.